درودی به پایان. با شما هستم خوششناس شیرین ابرانова. سوالهای بشمار مهاجران با من پیشتر هم دادن، حاضر هم میتین اوید همین سفر مهاجرت از تاجیکستان به روسیه یا که مهاجرانی که در روسیه هستند و زیاد سوالها دادن و با من سوالهای زیاد شد سالهای پیش، ماهای پیش که غیر از همین دیاسپورهای تاجیکی که در روسیه هستند یا رئیسان تاجیکانی که در روسیه هستند مقاماتی که به مهاجران کمک کنند از من سوالها میدادن و من به خاطر همین سوالهای مهاجران یک ویدیو کردم در همین کانال یوتیوبم، ویدیو به نام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به نام وزیر شیرین امانزاده یعنی شیرین امان و همون ویدیوی من عین حال در همین کانالم هست و من مراجعت کردم که یعنی که مهاجران رو دستگیری کردن لازم و بعد این مراجعت من بعضی کارمندان همین وزارت با من در تماس هم شدن و همین رو گفتنیم که ما فقط به سوالهای مهاجران جواب دادیم، چیزی که سوال دادن جواب دادیم همچون حقوق شناس و امروز ما آگاه شدیم، معلومات به ما رسید که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی وبسایت خود را گشوده است نسبت مهاجران یعنی دستگیری مهاجران. با سوالهایی که پیشتر مهاجران به من میدادن من رقم تلفن وزارت را دادم، الکترونی پشتی که در همین سایت ها میافتم و می نوشتم به اونها میدادم تا که خودشون مراجعت کنن، زنگ زنن یعنی با واسطه الکترونی پشت نویسند و به سوالهای خود جواب گیرن. امروز که من باز فهمیدم که وبسایت خود را وبسایت اساسی برای مهاجران گشوده شده است و در حال میخواهم که به سوالهای مهاجران جواب دهم، همین وبسایت را پیشنهاد کنم تا که مهاجرانی که در روسیه هستند یا که از تاجیکستان در منطقه های گوناگون تاجیکستان زندگانی دارند، از شهر دوشنبه دور هستند، آنها سرفهمی حتی بعضیش نمیرن وزارت هست، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی یعنی که صرفم نمیرن که این وزارت دایر به تأمین کردن با کار یعنی شهروندان تاجیکستان است و من پورتر ساده‌تر به اونها میفهمونم که این وزارت یعنی میتواند که شهروندان جمهوری تاجیکستان را چی در وطن چی بیرون از وطن با جای کار تأمین سازد. وبسایت این وزارت رو من دریافت کردم، دیدم در صفحه های اینترنتی و می نویسم به شما پیشنهاد میکنم به سوال هایی که پیشتر داده بودید من همین جواب که شما می توانید با واسطه الکترونی پشت در همین سایت اساسی همین وزارت اوید مهاجران در اومده سوال های خود رو دهید، به ملال به سوال های خود جواب میگیرید و غیر این گفتنی هم که مهاجرانی که در تاجیکستان هستید آمدنید سوال دهید، اویدی به کار آمدن، اویدی گرفتن پتن و مهاجرانی که در روسیه هستید شما نیز می توانید نویسید و زنگ زنید سوال های خود را دهید و مهاجرانی که از روسیه رفتنید شما هم نیز می توانید که سوال های خود را به این وزارت داده از اینها جواب عمیق گیرید و هر روز می توانید که در اینترنت در آمده صحیفه همین وزارت رو ببینید. تمام نویگری ها درباره مهاجران در این صحیفه باید نوشته شود و شما می خوانید و از حقوقهای خود آگاه می شوید و چی سوالهای دارید مرحمت به همین وزارت دهید. حاضر عصر 21 از همه به واسطه همین الکترونی پشت به تمام جا مراجعت میکنن و جواب میگیرن. در ویدیوهای من 2 ویدیو کردم اویدی همین الکترونی پشت شدنش چخیل زیاد هموطنان میگن که ما نداریم الکترونی پشت و صرفم نمیرویم. در همین کانال من 2 ویدیو از اویدی استفاده بردن الکترونی پشت و کشودن اون مرحمت بینید، آموزید، الکترونی پشت کشوید و در بدر مقامات اداره ها رفته می توانید که از همون خانه نشسته با واسطه تلفن به وزارت مکتوب می نویسید، سوال می دهید، جواب می گیرید. اینها در اساس قانون می توانند که به شما جواب دهند و شما جواب عمیق می توانید از این وزارت گیرید. نفران ویدیو رو می بینید با دیگران پدیلیت کنید با واسطه تلفن و سایت های اینترنتی تا که هموطنان ما همه بدانند که با کجا مراجعت کنند و سوال های خود رو با کجا دهند، جواب های خود رو از کجا گیرند. و نفرانی می خواهید که ویدیوی من اتوماتیکی به شما رود مرحمت ابونه شوید، پادپیسات کنید. ویدیوی من به طریق اتوماتیکی به شما می رود، می گیرید و استفاده می برید و لایک گذارید، کلاس مونید تا که هموطنان ما چنین ویدیوها رو ببینند و استفاده برند، سرسان و سرگردان در بدر اداره ها نشوند. در امان خداوند باشید.